به نام کورس یا به نام دفتر در هر منطقه جوانا را بیرون میکنه و عقیدهش خراب میکنه. مردم افغانستان 199% مذهب حنفی است. کلتون مذهب حنفی هستین یا نیستین؟ دکاندار باشه، کسبکار باشه، جوان باشه، از بابا و اجداد ما و شما حنفی تیر شدگی هستیم. مردم افغانستان هم حنفی است. یک چند لیته و لعله پیدا شده به نام وهابی جوانا را بیرون میکنه، سلفیت دعوت میکنه یا وهابیت دعوت میکنه. به خاطر همین چند وقت میشه که شورای علمای ستاسری جوزجان اقدام کرده بود و فیصله را صادر کرد. بالاخره قطعینا به امرای مناظره، به امرای گفتمان یا به امرای نشست حل نشد. اینا را صبرش تحملش خلاص شد. آخر امروز آمده چند تایش جمع شده، آمده یک نمونه یک دفترش را ویران کرد که در اینجا یک دفتر داشت. شما خبر بودین دکاندار؟ در اینجا دفترشان بود، دفتر وهابیت بوده در اینجا. این را از بین بود. آینده هم ادامه داره. اینا علما به امرای شما جوانا، به امرای شما مردم ولایت جوزجان در مقابل وهابیت جدی و جدی‌تر است و مبارزه میکنه. نمیمونه در آینده یک وهابی در ولایت جوزجان. زنده باد علمای حق، زنده باد علمای حق. مذهب حنفی پشتیبانی میکنه. در آینده نمیمونه که یک سلفیه یا یک وهابی در ولایت جوزجان کار کنه یا اینکه باشه. چطور به خاطر همین ما و شما جمع شدیم. ما از دین اسلام دفاع میکنیم، از پیرو جناب رسول الله هستیم، ما از مذهب امام اعظم صاحب دفاع میکنیم. خون خدا، جان خدا به خاطر مذهب نمیمانیم در ولایت جوزجان. بیگاه ما در یک جای بودیم، جرو بحث ریاضی بود که عامل نپذیرفتن یک تعداد علما یا عامل همین قدر تشنج جور کردن از این گپا چی است که علما زیادتر تحریک میکنه عوام در این مسائل. یکی از جمله انجینیر صاحبه الله خیر بدشه خب تحلیل داشت، گفت بله عامل اصل رفع الیدین عامل اختلاف نیست، عالم اختلاف چیزهای دیگه است. او مولوی صاحب، او پیر صاحب دکانداریش بند شده، او مولوی صاحب اون چیزی که سابق برش میرسید دو از بین رفته، عالی حیثیت خود، موقف خود در حالت خطر دیده، چون خود خب کلان معرفی کرده بود دلسوز دین اما خدمت نکرده، ملت عالی را میشناسه. اگر واقعیت ها را اعتراف بکنه ملت برش میگه که خو مولوی صاحب این قدر سالات تو اینجا تیر کردی چرا ما را آشنا نساختی با حقیقت دین. اینجاست که حیثیت ی آدم خیلی پایین میاد. به مو خاطر که اینالی موقع داده نشوه برای فهمیدن مردم که مردم واقعیت را درک بکنه، او اینمی مسائل چی میکنه؟ در زبان میگیره، ایره زمزمه میکنه، ملت را تحریک میکنه. وگرنه چی گپ است؟ عالم است. حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم که در مورد نماز است از یک کتاب حدیث به مردم بیان کنه، تشنج کجاست؟ مردم مثل که به مو سنت خودشان عمل بکنه احترام قائل است، به یک سنت دیگه رسول الله صلی الله علیه و سلم احترام قائل است. اما یه علما به این خاطر که حالی مردم بازم دینمی عرج مرج باقی بمونه، حتی به گپای تو گوش نمانه. گوش چرا که گوش من باز تو خود فهمیده میشی. اینجا خیانت اینمی عالم بری تو واضح میشه که عالم در حق ما چقدر خیانت کرده. آن چیزی که سبب نجات حقیقی ما و اساسی ما بود که توحید بودی تولی را ما را برای ما بیان نکرد. پدرم بابایم وفات کرد، پدرم وفات کرد، مادرم وفات کرد، کاکایم وفات کرد به می عقیده شرکی. اینجاست که یه علما چنبالک بند میکنه، اینمی موضوعات در دمی روی انداخته رویستن. چی گپ است؟ یک آدم میکنه نمیکنه چی گپ است؟ اگر مراجعه به کتب خود بکنه کتابایشان میگه پارا گفته. اینطور نیست که گفته که حرام است و هر کس در مسجد کبلت کنیشه. گفته یا افضل است یا افضل است. این مسائل کلش تفاوت در بین ایست که افضل است یا غیر افضل است، اما اونطور نمیکنه.